94 پدرم قضا کرد. بعد گویا که شرایطم نبود. به همین کسبه را رفتم خانواده. استاد ما اکای بختیار اکا بود. هم همسایه. همون یک بار گپ زد که مثال اگر کسبت بخوره بیا بریم گفت یادت میتونم گفت سرداری همین سیلف چونان سیلف قطعی مطرح همین کسبه ما پول پره دفتر یاد میکنم. اگر کارم باشه یک 180 گاه وقت میشه که هیچی 300 هم 40 همین قبل درآمده. مثال به غذای خریدگی خودم رشته میخرم، میخ میخرم، پداش میخرم، رزین میخرم، همین چیزا دا محصولات کردم در خلاصه همین 200-300 سوم از خود میکنم با من. اگه با قربی هم بچه همون رسیده در همون چیزی سه خیمه در کار کهسته همین مثال کم اکه کارتر کنه انشاءالله بیای خانه دارش میکنم با میرین نصیب بشه.